مهاجران محترم، شما مقصد گذاشتید که به فدراسیون روسیه برای کار کردن روید. برای به فدراسیون روسیه رفتن، خود را در قید مهاجرتی گذاشتن و گرفتن پتن، شما باید کارت مهاجرتی را درست پر نمایید. شهروندان محترم، کارت مهاجرتی از روی شناسنامه شما باید پر کرده شود. طرز درست پر کردن کارت مهاجرتی چنین است: نام و نسب خود را البته با حرف‌های چاپی نویسید. به اصلاح به مانند خط زدن، حرف یا اینکه سیاه کردن راه ندهید. هر یک حرف در کتک‌ها باید در علاهیدگی نوشته شود. سنه تولد، رقم‌ها نیز باید در هر یک کتک علاهیده نوشته شوند. نگرید به این قسم. در 4 کنجه وابسته به جنس باید علامتی وی گذاشته شود. نام دولت البته باید با زبان روسی نوشته شود. تاجیکستان. رقم‌های شناسنامه باید در هر یک کتک علاهیده نوشته شوند. اگر شما به فدراسیون روسیه با مقصد انجام دادن فعالیت مهنتی سفر دارید، البته در پایان کلمه رابطه خط کشید. به قید نمودن کلمه رابطه همچون مقصد وارد شوی به قلمرو روسیه به شما پتنت داده نمی شود. در این قسم شما البته سنه وارد شوی و تا کدام روز بود و باش نمودنتان را باید ثبت نمایید. نوابسته از مهلت بود و باش مطابق قانونگذاری فدراسیون روسیه باید مهلت 3 ماهه نوشته شود. برای مثال از 29 می سال 2019 تا 29 آگوست سال 2019. قسم دوم کارت مهاجرتی باید حتما مثل قسم یکم پر کرده شود. در خاطر دارید که قسم دوم را شما باید تا بازگشت از فدراسیون روسیه در دست نگه دارید و در وقت گذشتن سرحد فدراسیون روسیه به کارمندان سرحدات سپارید. در آخر کارت مهاجرتی در هر دو قسم البته امضای خود را گذارید و در وقت گذشتن سرحد فدراسیون روسیه به کارمند سرحدات آن را با شناسنامه پیشنهاد نمایید تا اینکه در کارت مهاجرتی مهر گذاشته شود. در خاطر دارید که کارت مهاجرتی در برابر دیگر حجت‌های ضروری برای گرفتن پتنت برای ریاست منطقه‌ای وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه عاید به مسائل مهاجرت پیشنهاد کرده می شود. نامگوی حجت‌های ضروری برای گرفتن پتنت: عریضه برای گرفتن پتنت، شناسنامه، کارت مهاجرتی که در آن مقصد سفر رابطه قید کرده شده است و مهر کارمند سرحد گذاشته شده است. پلیس یا شرطنامه اختیاری سوغورته طبی عمل کننده. معلوماتنامه مؤسسه طبی وکالتدار درباره وضع سلامتی. سرتیفیکات عاید به دانستن زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری فدراسیون روسیه. رسید عاید به سپاریدن جریمه در حالت گذرانیدن مهلت سپاریدن حجت‌ها برای گرفتن پتنت. حجت تصدیق کننده به قیدگیری در جای زیست موقتی. فراموش نسازید، نادرست پر کردن کارت مهاجرتی سبب ندادن پتنت می شود. شما همچون شهروند خارجی باید تمام طلبات قانونگذاری فدراسیون روسیه را حتما رعایت نمایید.